عقابی بس گرسنه داشت میمرد و کرکس سوی دیگر لاشه میخورد، کنارش هم کلاغی بهره میبرد، از آن مردار او هم جیره میخورد. جغد پیر دانایی در آنجا نظاره می نمود احوالشان را. عقاب پیر را کرکس چنین گفت بیا قدری بخور از لاشه ما، بخور تا اندکی قوت بگیری وگرنه ممکن است هر آن بمیری. عقاب اما نشد حاضر بخوردن، بهای امتناعش بود مردن. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن.